دوستان خوش این ویدیو. اگر از تایتل ویدیو متوجه شدید که این یه ویدیو معرفی هستش و من اومدم بهتون بگم که آقا من پرام آرام هستم. واو چه چیز خفنی، چقدر برای شما اهمیت داره از این حرفا. در کل من در صنعت گیم فعالیت میکنم و مخصوصا ماینکرافت. ولی ماینکرافت رو بیشتر خودم تنهایی بازی نمیکنم، بیشتر کلا با رفیقام و اکیپم و با رفیقای صمیمیم پلی میدم. بیشتر هر ویدیویی که تقریبا میشه گفت میذارم. آره دیگه. و اینکه هر گیمی ممکنه با هم دیگه با رفیقان بریم، ولی بیشتر این صنعت در ماینکرافت فعالیت داره. ولی ویدیوهای دیگه هم میذاریم به جز ماینکرافت، ولی کلا بدونید که آقا کلا این کانال مخصوص ماینکرافت از این حرفا، ولی حتما ویدیو دیگه هم میذارم، فکر نکنید فقط ماینکرافت میذارم. و اینکه آره دیگه من از آپارات فرار کردم، از سوپر اپلیکیشن آپارات فرار کردم و این ویدیو معرفی بودش. و من فعلا ویدیویی نمیذارم و هر دوشنبه من هر دوشنبه یک ویدیو حتما میذارم. یعنی من الان فردا حتما یه ویدیو میذارم، ولی امروز فقط همین ویدیو معرفی رو میذارم. و چه راستی یادم رفت اینو بگم، اینکه من مثلا هر وقت که شد، یعنی مثلا چهارشنبه ویدیو میذارم، پنجشنبه ویدیو میذارم از این حرفا، اما دوشنبه رو حتما ویدیو رو میذارم. آره دیگه، یعنی ممکن مثلا روزهای دیگه هم بذارم ولی دوشنبه رو حتما میذارم. آره یه ویدیوی با ویدیو قدیمی که تو آپارات هم گذاشته بودم از این حرفا، اونا رو هم حالا توی یوتیوب میذارم که فقط در دقیقه 2 تا ویدیویی گذاشته باشم. مرسی. کانال من حتما دنبال کنید، لایک کنید و کامنت بذارید. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید و با تشکر فقط مدام معرفی کنم. و این ویدیو هم آنچه چیز خاصی نداره، فقط یه دونه ویدیو معرفی. و خدا نگهدار. بای.